سلام دوستای عزیز، امید که خوشحال باشین. بازم خوش آمدید به یکی دیگر از درس‌های آلمانی. امروز درس ما شما مصدر یا در infinitiv یا مصدر است. درس ما درس 8 است. Deutsch auf Dari Lektion 8 در Infinitiv یا مصدر. مصدر چیست؟ میگم شکل صرف نشده فعل که فاقد زمان و شخص می باشد و فقط بیان کننده انجام عمل یا وقوع اتفاقی است. یعنی به طور خلاصه مصدر چیست؟ مصدر شکل صرف نشده فعل است که فاقد زمان و شخص می باشد و فقط بیان کننده یک عمل می باشد. کار کردن. در کار کردن نه زمان معلوم است و نه هم شخص. یعنی ما گفتیم فاقد زمان و شخص باشد. مثلا ما شما میگیم کار کردن، به اینجا معلوم نیست که کی کار میکند، مثلا زمانش چه وقت است یا چه وقت. به اینجا گفتیم که فاقد زمان و شخص می باشد. زبان فارسی یا دری مصدر تقریبا، یعنی کلا نه تقریبا، همیشان با تن یا دن ختم می شود. خوردن، نوشیدن. علامات مصدری در زبان آلمانی با ان و یا هم ان ختم می شود. علامات مصدری یعنی همه مصدرها در زبان آلمانی با ان یا ان ختم می شود. مانند kaufen en، fragen en، gehen en، درست؟ steigen en آخرشان است. lernen، arbeiten، lachen. همه مصادر با ان یا ان ختم می شوند و یا مصادری که با ان ختم شود مانند bügeln آخرش ببینید صرف ان است، یا مثلا ändern آخرش ان ختم شد. این بود در infinitiv یا مصدر، یا میتونیم بگوییم برش فعل، در صورتی که فاقد زمان و شخص باشد. Ich arbeite jeden Tag. صحیح؟ در اینجا arbeite فعل شد، ich شخص شد که معلوم شد، jeden Tag زمان، یعنی مصدره که در او هم شخص موجود باشد و هم زمان موجود باشد فعل نامیده می شود. در صورتی که نه شخص موجود باشد و نه زمان موجود باشد، ببینید زمان هم نیست، شخص هم نیست، پس اینجا arbeite نمیشه، arbeiten میشه، آخرش ان میگیره و مصدر یا در infinitiv نامیده می شود. یک چند مثال میتیم از در infinitiv یا مصادر یا مصدر در زبان آلمانی. در infinitiv fahren، gehen، lernen، arbeiten، machen، verkaufen، weinen،
essen, trinken, geben, nehmen, spazieren, fliegen, spielen, kommen. Das heißt, fahren یعنی راندن، موتر دواندن مثلا، یا درایو کردن. گهن رفتن، لرنن آموختن، arbeiten کار کردن، machen انجام دادن، verkaufen فروختن، weinen گریه کردن، essen خوردن. essen غذا را میگه و مصدر هم میگه، خوردن. trinken نوشیدن، همچنان نوشیدنی را میگه، یعنی هم نون است هم مصدر، هم چیز است. der Infinitiv. nehmen گرفتن، spazieren قدم زدن، fliegen پرواز کردن، spielen بازی کردن، kommen آمدن. این بود در Infinitiv در زبان آلمانی، یا مصدر یا مصادر در زبان آلمانی. امید که یک چیز یاد گرفته باشین. دیگه وقت شما را نمیگیرم، شما را به خداوند پاک و یکتا میسپارم. وقت خوش داشته باشین.